یه چند روزی کارناواله که هر کس حالا کاستومایی که دوست داره رو میپوشه، یا تو خیابونا من شوک میخورن میگردن میچرخن. منم این چند روز نرسیده بودم بیام بیرون از خونه. امروز توفیق اجباری شد که یه بسته داشتم توی سفورا، بعد میرفتم تحویل میگرفتم دیگه. اومدم تحویل بگیرم. تو حال هوای این جشنم بودم و دیدم خیلی بامزه بود. حالا فیلم گرفتم میذارم تو ولاگ. خیلی همه تیپ های خیلی بامزه بود، کریتیوی و اینا زده بودن، خیلی خوشم اومد. بعد دیگه این دینم اومدم این چند تا مغازه رو بچرخم نگاه کنم ببینم که چی میبینم. یکم توی سفورا و دوگلاس گشتم، الان اومدم توی هانده ببینم چی میبینم خوشگل. قصد خرید ندارم، فقط میخوام نگاه کنم. سلام به همگی، روزتون بخیر. من امروز بعد از کارناوال اومدم خونه، یکم کاربرامون کردم، یکم قهوه خوردم. بعد دیگه نگاه کردم این سبزه هامو که تو هفته پیش نشون داده بودم که دیدم قشنگ دیگه نمیدونم مشخصه یا نه، دیگه قشنگ انگار جوونه رو زدن و من اینا رو دیگه باید منتقلشون کنم. امروز 11 اسفنده دیگه، بگو الان ساعت مثلا 8 شب ایناست دیگه، بگو 12 اسفنده در واقع. وقت فکر میکنم مناسبی باشه برای انداختن سبزه ها و من تصمیم گرفتم اینا رو دیگه انتقالشون بدم به ظرفاشون. بریم با هم انتقالشون بدیم به ظرفاشون و میگم اینم چند تا انداختم زیاده و همش برای خودم نیست، برای بقیه هم انداختم. خب من چون ظرفای خیلی حالا زیاد و خوشگلی نداشتم، اینا قبلا ظرف شم بوده دارم استفاده میکنم این دوتا. بعد یکم همجوری چیز پلاستیکی داشتم و گفتم حالا بعد اینو خودم حالا یه کارش میکنم که به همین زشتی نباشه. بعد این کاسه هم فقط همینا رو موجود داشتم دیگه، نخواستم برم مثلا ظرف اضافه براش بگیرم. گفتم با همینا بالاخره در نهایت یه تزیینی میکنم، فعلا بذارم سبزه هم توی اینا رشد بکنه تا ببینیم چی میشه. خب من مثلا این عدسی که انداختم و خیلی سعی میکنم خیلی آروم انتقالش بدم به این ظرفم. حالا من توی یوتیوب دستور شدم، خانم میگفت دستمالی نکنی، ولی خب دیگه من نمیتونم اینو بدونم دخالت دستمالی کنم، دستمالی نکنم. آره اینو قشنگ پرملات میریزیم که پر مثلا باشه. بعد در نهایت این ظرفمونی که مثلا پر کردیم و اوکیش کردیم بهش اسپری آب پاش میکنیم هر روز. ولی اون خانمه که من دستورشو دیدم میگفت تا این ریشه ها به هم تنیده نشده نگیرینش زیر آب، با اسپری کنین. بعد که ریشه ها به هم تنیده شد بذارین هر روز زیر آب و قشنگ تو این آبیاریش کنید به این صورت. من قشنگ اینو پرملات میریزم که قشنگ خوشگل پرشه بیاد بالا به این صورت. سعی میکنم زیاد حالا دستمالیش نکنم، به همون حالتی که میریزم به همون حالت باشه. من فکرم کافیشه ها. دیگه کافیشه، قشنگ تونه ریشه هاش به هم تنیده باشه. این اولین ظرفمون. برو بریم بقیه ظرفا. این رو میخوام ماش بندازم. میخواستم این برچسبش رو بکنم ولی نمیدونم چرا حوصله‌ام نشد.
حالا این یکی رو میخوام سبزه ماش پر کنم. آره این یکی ظرف ماشه، یعنی جوونه های ماشه که میخوام اینا رو ریختم بیرون. آره قشنگ اینم پرملات میدونم که فقط مطمئن نیستم این ظرف مناسبیه یا نه، چون که این کناراش میبینید یه منحنی داره. نمیدونم این سبزه میخواد رشد کنه بیاد بالا، حالا چیز جالبی از آب در میاد یا نه، ولی خب حالا من دیگه کردم توی این. حالا توی یه ظرف دیگه هم میذارم که اگه خراب شد حداقل چون حق انتخاب داشته باشم. خب من اینو یکم پرملات می‌ریزم، یکم سرشو خالی میذارم که یه کوچولو دیگه بریزم. البته قبلا توی ظرف دیگه انداخته بودم ولی بزرگتر تو همین مایه ها بود، خوب شد در اومد. میگم یک بار دیگه گندم انداخته بودم توی یه گوی بزرگ انداخته بودم، خوب در اومد تقریبا. فکر کنم خوب بشه. آره اینم دومیش. و برو بریم بقیه. حالا بقیهش پر شد، این بچه هم اومده اینجا، بقیهش پر شد نشون میدم. خب اینم از نهایی سبزه ها. حالا فقط باید بهشون آبیاری کنم. من واقعا نمیدونم برای اونا حجم درستی رو ریختم یا نه، امیدوارم خراب نشه. فقط باید اینا رو یه آبیاری بکنم و دیگه مراقبشون باشم تا موقع عید. خیلی خوشگل شدن. آره حالا این یکی دوتا ظرف هم که خوشگل نیستن یه فکری به حالشون میکنم تا ببینم چیکار میشه باهاشون کرد. من دیروز خمیر بیگا درست کردم برای خمیر ناپولیتن، پیتزای ناپولیتن، و طبق دستوری که من دیدم تو اینستاگرام، از یه دستور گرفتم توی اینستاگرام، طبق دستوری که من گرفتم گفت این خمیر بیگا رو که پایه اساس خمیر ناپولیتنه بعد بذاریم بین 16 تا 48 ساعت بمونه. الان تقریبا 16 ساعت گذشته، من دیگه نمیخوام بیشتر از این بمونه. بعد الان به این شکل انگار در اومده و من بعد الان یه سری پروسه دیگه روش انجام بدم که بشه اون خمیر اصلی ناپولیتن به این صورت. خیلی بامزه شده. خب طبق دستوری که من دیدم من باید به مقدار آبم که 500 گرمه 10 گرم نمک اضافه کنم. این نمک رو من حالا یه مقدارش رو به این آبم، چون داشتم وزن میگرفتم تو 2 تا لیوان شد، یه مقدارم به این آبم اضافه میکنم و همش میزنم این نمک رو توش حل بشه. بعد میام این حالا این پارچه که روی خمیر بیگام کشیده بودم رو جدا میکنم. این خیلی کف کرده و به کاش مثلا یه سلفون میکشیدم و پارچه نمیکشیدم. البته پارچه کاملا تمیز بود ولی فکر کنم پارچه رو خراب کردم. خیلی خمیر خوشگلی شده. فکر نمی‌کردم با این دستور خیلی ساده، حالا دستورشو بخوام بگم برای این خمیر بیگای اولیه بودش آرد 500 گرم، آب 250 گرم، مخمرم 8 گرم و همه اول آب و مخمر رو با هم قاطی میکنین، بعد آرد رو بهش اضافه میکنید و هم میزنید و به این باف که رسید میزنیش توی یخچال به مدت همون 16 تا 48 ساعت که گفتم. خب من گفتم یکم این دیگه کار به این نداریم. این خمیریه که خب ما به دست آوردیم. حالا طبق دستور من آب و نمک رو بهش اضافه میکنم. خب من ظرفم رو عوض کردم، حالا مقدار آبی که دوباره مونده بود و به این اضافه میکنم. طبق دستور من باید 500 گرم آردو به یک باره بریزم توی این و ورز بدم که این کار رو میکنم. البته این مقدار آردش رو نگه میدارم برای این صفحه کارم که بخوام استفاده کنم. حالا اون مقدارش
کافی باشه. بذار یه قاشق دیگه بردارم، میترسم کم بیارم برای صفحه کارم دیگه ندارم. الان من اینو یه هم میزنم ببینیم چی از توش در میاد. وای چه بافت بامزه‌ای داره، عجب چیز خوبیه. این اسلایمه، باورم نمیشه چقدر بامزه است. آره بعد حالا اینو خوب ورز بدم. حتی آرد سیاه دارم، اگه کم آوردم آرد هیچ ایده ندارم. سوکم آب سیاه شد، نمیدونم کم باید هنوز خوب ورز بدم. این قدم بوی خوبی میده اصلا نگم. چقدر این کار به آدم آرامش میده. قشنگ انگار حالا داری دستورزی میکنی. اصلا واقعا کار با خمیر و نون و آرد و اینا واقعا به آدم یه انرژی میده. نمیدونم چرا، مثل بازی با خاک هست که بچگی ها میکردیم. خیلی انرژیش جالبه. ببین من اون یکمک آردم هم دوباره اضافه میکنم چون حس میکنم برای باید همون دقیقا طبق خودش بریزیم. من این کار میکنم. حالا از یه آرد دیگه واسه زیر صفحه کارم استفاده میکنم. آرد سیاه دارم، آرد سفیدم تموم شد. آره میبینی قشنگ. ببین حالا جالبیه کارای اینجوری مثل شیرینی پزی، مثلا نون پزی، این چیزا اینطوریه که همین خمیر پیتزا حتی اینطوری که تو دقیقا باید با دستور پیش بری. نباید اصلا دستور رو عوض کنی. خلاصه من یه بار دیگه ببینم به همون باف رسیدی خانومه. یعنی بافتم بافت درستیه یا نه. خب بچه ها ببینید صفحه کارشون رو از قبل کاملا تمیز و ضد عفونی کنید. من قبلا این کارو کردم. یکم تو صفحه کارم آرد میپاچم. خب حالا این خمیر رو به این صفحه کارم منتقل میکنم به این صورت. راستی من رولرم ندارم، نمیدونم برای قسمت رولر چه کار بکنم. و این چقدر داره پیشروی میکنه. پیشروی نکن یا خدا، چه کارت کنم. گند زدم به کابینتم، میدونم خیلی حس میکنم همین شعله. واقعا کار سختیه، واقعا کار آسونی نیست. او مای گاد، واقعا هیچ ایده ندارم که دارم چه کار میکنم. البته خانمه گفته بود که توی دستورش نوشته بود که این که میچسبه به خودتون نترسید، آرد اضافه کنید. حالا واقعا نمیدونم دارم چه غلطی میکنم، ولی خب من گیواب نمی کنم. اوکی تازه ببین یه کمکی هم اینجا مونده هنوز. یعنی ببین بی خیال دستمستتون بشین، دستمستتون خب به فنا میره. اینو بگم. بذار با یه لیسک چه کشی میاد، خوشم میاد، چه بوی خوبی داره. اصلا بوشو نمیتونم بگم چقدر بوش خوبه. من این بو خیلی دوست دارم. بوی خمیر اصلا خیلی بوی خفنیه. آره خب من به این کارم ادامه میدم. اصلا یکم آرد نیاز دارم. نمیدونم الان چجوری آردم بریزم. بذار با قاشق. اصلا نمیدونم این آردم تایپش به این میخوره یا نه. یه کمی که ترسیدم راستشو بخوره.
فقط باید نوع اینگار ورزادنش اینجوری باشه که اینجوری از زیر به رو باشه. اینگار یکم منسجم تر میشه. چه کاریه دختر؟ برو خمیره از بیرون بگی. وای باشه. یکم دستمو خیس کردم با آب سرد و چسبندگی کمتر شد، خیلی بهتر شد و اینم خب خیلی منسجم تر شد. یکم خب تریکی و قلقی هم هست، باید یکم چند بار آدم درست کنه قشنگ تریکاش بیاد دست آدم. ولی برای دفعه اول یکم آدم اولش میترسه ولی خب خوب چیزی شد. حالا به این مرحله که رسید من باید اینو منتقلش کنم توی ظرفمو بشورم تمیز، چرب کنم، بعد اینو منتقلش کنم توی ظرف و بذارم توی یخچال یه چند ساعتی استراحت کنه و بعد دیگه میشه چونه کرد و قابل استفاده است. برو بریم.